هر چیزی داشته باشه، پول باشه، ثروت باشه، دارایی باشه، زیبایی باشه، لیاقت باشه، فرزانگی باشه، شجاعت باشه، خانواده خوب داشته باشه، کسی از تزکیه و تربیت و ادب که برخوردار نباشه بیخی آدم نیست. یکی و خلاص کسی که از آداب بهره‌مند نباشه، ادب نداشته باشه، او هیچ چیز نداره. یعنی ما قبلا هم در درس‌های دوری کردیم که ما دوستایی که در کنار ما، در ماحول ما شما هستن، دانش آموز است، رفیق است، همسایه است، هر کسی است، بر اساس ادبش ما با اونها تعامل داریم که چقدر ادب داره. ما یک نفره که دوست می داشته باشیم بر اساس ادبش دوست می داشته باشیم که چقدر ادب داره. خوش ما از امو آدرس میاد. ما که یک دانش آموز دوست می داشته باشیم از آدرس ادبش دوست داشته می باشیم، به خاطری که از آدرس ادب او به ما خود معرفی میکنه، نه از آدرسی که 10 فرمول 20 فرمول یاد داره.